باز کی مرد؟ باید از صاحب منصبان عرب باشید. دادن من این معرکه غلط نکنم عراقی ها شکست تا عراق نکند خواه خوراک نکند. عراق را شاید مدائن را باید به خواب ببیند. اهامره نمرده. خلیفه است. خلیفه حسن ابن علی ظاهرا دیشب در ساباد زخمی شده. عرب ها خلیفه کشی را بدل به رسم کردند. بهانه خوبی است برای عرب کشی. نوه سید المرسلین را دریابید، مدائن را بر دشمنان علی بشورانید. فریاد یا محمدا، 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 فریاد. اهامره قصدشان بلواست. غفلت کنید، خریت عجمان رنگرز مدائن را ویران می‌کند. چه خبره؟ خلیفه است. زخم برداشته. پس خوارج به قولشان عمل کردند. معاویه شکار شد، مانده امرهاست. کجای کاری تو؟ معاویه در بهشت سبز دمشق خدایی میکنه. این که میبینی زخم برداشته حسن ابن علی است. شنیدم معاویه برای سر پسر علی 1000 دینار شامی و یکی از دخترانش را وعده داده. جان من؟ جان تو؟ چه گران سر از پسر علی. چرا خلیفه را به کوفه نبردند؟ چه عرض کنم؟ یحتمل مدائن امتر از کوفه است. هرچه نباشد عجمان مدائن بلندتر از کوفیان 1000 قبیله اند. عرض نکردم با این اوضاع نیازی نیست شامیان به مدائن حمله کنند. از فردا عرب و عجم در مدائن دشمن خونی همند. حیف شد. تازه داشت بازار کسب و کارمان داغ می‌شد. یا سید شباب اهل الجنه، جانم به فدای خاک پایتان. شنیدم بیدادی را که بر شما رفته. شنیدم که سرداران دور و نزدیکتان اسیر طلحه‌های معاویه شدند و خیانت کردند. رویشان سیاه. سعید ابن مسعود ثقفی هم سرورم، فرماندار مدائن. ممنونم که حقیر را لایق میزبانی دیدید. قدم بر دیدم نهید و کوشک سفید مدائن را به برکت وجود اقدستان منور کنید. خون زیادی از امام رفته امیر. بیمان داریم خنجر ضارب لعین آغشته به زهر بوده باشد. محتاج طبیبی هستیم حاذق. تا فرصت فوت نشده چاره ای کنید. طبیب و بستر هر دو فراهم از سردار. بیایید. آرامتر.
چه میکنی ناموس سلمان؟ مراقب باش سردار، کاری نداشت از مهابت نعرت دستم بلغ زد. عذر تقصیر دارم حکیم، دست خودم نبود. لحظه ای شما را جای آن ضارب ملعون دیدم. شما خسته و خیالاتی شده اید سردار. البته حق دارید. توصیه میکنم کمی استراحت کنید و کمی هم توکل. هرچه مشیت الهی باشد همان میشود. بله بله بله. بله البته. تو برای چه اینجایی که آمده تا وفایت را به رقم کشی یا آمده تأخیرم کنی؟ آمدم که شیر خفته عرب را بیدار کنم. تو آبروی غیرت عربی مختار. آمدم دریای غیرتت را طوفانی کنم. که چه بکنم؟ که امامت را دریابی. روا نیست که امام تو تنها باشد و تو در فکر شریط کاه و جوال گندمت باشی. شماها که آنجا بودید چه غلطی کردید؟ خودت را با امثال من میسنجی ابو اسحاق؟ تو مختاری، پسر ابو عبید ثقفی، پسر سردار فاتح ایران. کدام عربی است که نام ابو عبید ثقفی را بشنود و سرخم نکند؟ تو کجا و من کجا؟ از یک ایرانی که عرب نژادش را حقیر میداند توقع چه معجزه‌ای داشتی مختار؟ معجزه خندق سلمان فارسی را. تو می توانستی سلمانی باشی در کنار پسر پیامبرت. عرب امروز با عرب زمان پیامبر فرق می کند مختار. ها پس بیهوده میخ بر سنگ مکوب. برای عرب امروز نام و آوازه ابو عبید ثقفی یعنی کشک. آواز از این بلندتر که صاحب ذوالفقار باشی و شکننده در خیبر. این جماعت به پسر اما داماد پیامبرشان رحم نکردند. طلا و ریای شامی عقل و دین عراقی ها را زایل کرده. کوفی امروز خرید لنگ و از نفس افتاده است که با هیهی امثال من جم نمیخورد. برو کیان برو. من زارعی پربار باشم به که جنگجویی بیباره بر. مختار کیان ما پیشتر در این باب سخن کردیم و ترفی نبستیم. رفاقتمان به جای خود، راهمان به جای خود. مختار دشمن جفاکار به از دوست بی وفاست. تیر دشمن بر جسم می نشیند و از دوست بر جان. تنهایی پسر علی کشنده تر از زخم خنجر جراح ابن سنان است. آمده بودم تا به حرمت رفاقت و عقد و اخوت اجابتم کنی تا مرهمی شویم بر قربت اماممان. افسوس افسوس. کجاست دردندان شکسته مصطفی؟ کجاست فرق بشکافته مرتضی؟
کجاست پهلوی شکسته خیرالنسا؟ پشایار ببرید، گریبان چاک دهید، خون ببارید، خاک بر سر کنید از این همه داغی که بر دل سید اولاد آدم. فریاد یا محمدو، فریاد یا محمدو، فریاد یا محمدو، فریاد یا محمدو، فریاد یا محمدو. گوش کنید برادران، گوش کنید. جراحت و تنهایی امام را هیچ مویه و نوحه‌ای درمان نمی کند. آنها که پیش قراول سپاه امام بودند و نوبت به نوبت رفتند و به اسارت طلاهای معاویه در آمدند خود را شیعه علی می خواندند. آنها که دست بیعت به پسر پیامبر دادند و او را تشویق به جنگ کردند، وقتی جرینگ جرینگ درهم و دینارهای شامی را شنیدند شمشیر کشان به خیمه‌اش تاختند و غارتش کردند. نامسلمان ها حتی به گلیم زیر پا و دستار و سجاده‌اش رحم نکردند. حکایت این جماعت طماع طلاپرست حکایت قوم بنی اسرائیل است و گوساله سامری. اینان مصداق حدیث نبوی اند که فرمود هر امتی را فتنه است و فتنه امت من مال است. جفایی که بر امام مجتبی رفت تا یوم الحشر مایه طعن و لعن و دق خواهد شد. این بدنامی و بیوفایی همه مصیبت نیست. دیشب در سابات مدائن خنجر یک خارجی نابکار پای پسر پیامبر را درید. مدائن امروز میزبان سرو زخم خورده بوستان مصطفی است. مبادا کاری کنید که مثل کوفیان داغ بدنامی و ننگ بر جبین مدائنی حک شد. بر اشتر جهل و اسب خشمتان لگام بزنید تا بتوانیم با خرد و غیرت حیلت خصم را در هم شکنیم. حق بازان شامی، سربازان نامرئی معاویه و امراس با لباس مبدل در میان شما رخنه کردند تا با دعواهای عرب و عجم، اموی و علوی مدائن را برای پسر پیامبر ناامن کنند. مبادا فریبشان را بخورید. برادران، این مرد فرماندار منصوب ابو تراب است که امام مجتبی هم او را در مقام خود نشاند. او برای اهالی مدائن بوی حاکم پشمین پوش زنبیل بافشان سلمان فارسی را میدهد. پس توصیه‌اش را به جان و دل بشنوید. جناب فرماندار، ما برای سربازی و جانبازی آمده ایم. بفرمایید چه کنیم؟ از اجتماع کردن علل خصوص در جلو کوشک حکومتی اجتناب کنید که باعث قصور مأمورین در حفظ امنیت خواهد شد. به جای مویه و نوحه دعا کنید و به جای قیل و قال صبوری که خداوند با صابران است. برادران، دعا امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء.
حنانه چقدر زمین گز میکنی؟ راه قرض داری؟ دلاشوبم سلیمه، دلم مثل سیر و سرکه هایت می جوشد. وقتی دلاشوبی و ناخنک به ترشی میزنی حتما حامله. سیقه عمر شدی. پیروزم این گیر شدی حیا نمی کنی. عمر شیر مرا خورده، به من حرامه. حرام؟ برو جلم، تو را چه به حلال و حرام. خاله حنانه آمدی جان دل. حنانه پیش مرگت دیر کردی. بدانی چه شهر آشوبیست؟ انگار زلزله آمده. خب زلزله آمده عمرم، زلزله آمده گلم. خلیفه عرب زخمی در شهر عجمان یعنی زلزله. ترس داشتم اسیر غارتیان شوی. شدم. عجمی قصد علنگوهایم را داشت، کاسه سرش را ترکاندم. نه جان حنانه. جان حنانه. حق و دل شیر داری دختر. من دختر سردار عجمکشم، دختر سردار فیلافگن، دختر ابو عبید ثقفی، خواهر مختار. قرار بود دل مرغ داشته باشم تا به حال 10 جوجه دور برم جیک جیک میکردن. پس چی؟ بی خود نیست عمر سعد به طلبت بال بال میزند. حق دارد بینوا. شکار ماده شیر جوانی مثل تو هنر میخواهد. یادت باشد ماده شیر جوان صیادش رو خود انتخاب میکنه. تسلیم خاله جان تسلیم. من به میدان رجزخانی نیامدم، من قاصد عمرم. میشنوم خاله فتنه. بیا. سر حسن ابن علی میتواند تو و عمر را به مراد دلتان برساند. عمر شاه عراق میشود و تو شاه بانوی عراق. عجب پدر سوخته ایست عمر. حتما توقع دارد من سر حسن را ببرم. ناامیدم نکن جاریه. معاویه وعده ای کرده است که خیلی ها به سر حسن طمع کردند. نه تو سر حسن را میبری نه عمر. ستا ابن ملجم به صف ایستادند. من باید چه کنم؟ کاری کن که مختار وارد میدان نشود. همین. مختار وارد میدان نمی شود. عمو جانت اصرار کند چی؟ پیشتر عمویم اصرار کرده و مختار زیر بار نرفته. این بار قصه فرق می کند جاریه جان. ممکن است تنهایی و مظلومیت حسن دلش رو بسوزاند به میدان بیاید. گیرم مختار به میدان بیاید، من چطور میتوانم مانع شوم؟ به کمک ناریه زن برادر عزیزت. عشق آتشین مختار به ناریه هنوزم شنیدنی است. تو زیر پای ناریه می نشینی. ناریه در گوش مختار نغمه عاشقانه می خواند. مختار پایش رو می شود. ناریه با من یک دل است. پس کار تمام است شاه بانوی عرب. چه عروسی بشود. حنانه بریدی و دوختی و عروسی هم گرفتی؟ مبارکا باشد. پس شیرینی ما چه می شود؟ گوشهای وامانده‌ات تیزتر است از زبان گزنده‌ات. جز عروسی چی شنیدی؟ توبه، گوشهایم کرم بگذارد اگر چیزی جز عروسی شنیده باشم. شیرینی